سلام به همه دوستان، امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خیلی خوب باشه. ما همچنان شمالیم دیگه، در جریانید که مامانینا به اون اضافه شدن. خالم خدا رو شکر حالش خوب شده، یعنی دیگه رو به بهبودی هستن. ما اومدیم اینجا همه دور همیم، قراره که من یه شام خوشمزه درست کنم که البته از نظر خودم خوشمزه است. امیدوارم که ماماینا هم بپسندن. اما از موادی که توش داره میدونم که غذای خوشمزه از آب قراره در بیاد. این غذا یه غذای ترکیه که البته خودشون میگن که اسمشو میگن تاتلیجان مزه، که به عنوان مزه استفاده میکنن. اما خب به نظر من وقتی با نونم سرو بشه خیلی راحت به عنوان یه نهار، یه غذا میتونیم اینو داشته باشیم. یکی که ماماینا هم به ما میپیوندن تا این غذای خوشمزه رو در هم درست کنیم. شما هم امروز پیش ما باشین. چیزایی هم که احتیاج داریم ما اینجا: گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، پیازچه، ماستی که خیلی مهمه که از این ماستای چکیده و سفت و ترش باشه، که من ماست بندی رفتم گرفتم از جایی که مطمئن بودم ماستش خوبه، چون یکی از پایه های این غذا همین ماست خوب داشتنه. و بادمجان داریم ما اینجا که یه سری ادویه و رب و اینا هم احتیاج داریم که اونا رو حالا در حین کاری که دارم درست میکنم کم کم میگم که چه چیزایی دیگه هستن. اول از همه من میخوام این بادمجونامونو کبابی کنم روی آتیش، که از اون گازی که خاله توی ایوون گذاشته از اون میخوام استفاده کنم. من میخواستم بیرون این کارو بکنم، بادمجونامو کبابی بکنم، ولی مامان جان و خاله گفتن که نه اشکالی نداره، رو همین گاز اینجا انجام بده. از شعله پخش کنم گذاشتم. خاله شعله پخش کنم که من همه ندیده بودم. این شعله پخش کنو من از چیز خریدم. از کجا؟ مولوی. اصلا این مدلی تا رو ندیده. آره من بهش گفتم برای شمال میخوام. آها که زنگ نزد. بعد آره چیز کرد اینو بهم داد. ببین یه دونه اینجا بزنی، یه دونه اینجا بزنی کافیه، خیلی نمیخواد. بذارم روش. آره بذار من انجام بدم. سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیزمون در کانال یوتیوب. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. خب خانم کدبانو قراره به ما یه غذای متفاوت و ترکی. آره خوشمزه و که تا حالا نخوردیم. آره غذای جدید خیلی خوبه. خیلی خوبه. آره این چیزو من گفتم که آقا برای شمال میخوام، چون همه این شعله پخش کنه از این گردا بود و زود زنگ میزنه پوسیده میشه. بعد اگه میخوای چیز باشه اینو ببر. از یه دستم داره، حالا دستش رو که راحت بشم در آوردم. این فکر کنم شدن که جنس آهنش خیلی مثلا مقاومه. بعد خوبیش اینه که 2 صفحه است، قشنگ این پوستای این روی گاز نمیریزه. بعدش هم روش مثلا بیشتر صبح به خاطر که نون افریزه در میارم به جایی که مثلا روی مایکروفر بذارم روی این گرم. آره تو میزنی. آره بد میشه. چیز میشه خیس تور میگیره و اینا. آره اونی که بعد از توی چیز در بیاری بذاری توی یه ظرف بذاری که خیالت میشه. تو مشماش نباید بذاری. ولی به منظور که نرم میشه حالت لاستیکی پیدا میکنه. ولی روی این که میذاری انگار که همین الان از تنور در اومده. خب من اینا رو درست کنم، شما برو بقیه کاراتو. نه شما نمیخوام امشب کار کنید دیگه. بذارید که من کلشو درست کنم. باشه کاری چیز داشتی بگم. مرسی. فقط من یه خودکن میخوام. خودکن در چه حد باشه؟ که پیازم و بریزم داخلش. آخه خودکنای من به خاطر اینکه مهمونداریام زیاده چند مدل. یه وقت مثلا غذا سازم دارم، منظورم درست دیدم. آره غذا ساز استفاده کنم، یه وقت هزینه استفاده میکنم.
آره حالا فقط این که اینجا اوه نیرو اومدن من میرم خدا مدیر مدیریت نگی جو من اینو چون اونجا برقه اونجا بزنم باشه اونجا هم پیاز دوست دارم آره اینجا تو ویدیو منم کمک نکنم میشه میگه پیاز با من حالا بده جا من خود کنم پیاز نه نمیخواد میرزیم پیاز با خود کنه شما میدونید چی کار کن؟ ساناز جان برامون سیب زمینی خلاص کن خلالی باید باشه یا چیز؟ از مامان داره میکنه خلالی ریز میخوام بکنید منم پیازشاشو خورد چقدر سخت من سلام عرض میکنم خدمت همراهان نگین ما همه اومدیم کمک نگین که هر کدوم دست و دست هم بدیم و این شام ببینیم چی از آب در میاد هم زودتر خودمون بخوریم هم زودتر نگیم بگیم نگیم به نتیجه برسه سلام میکنم به همه همراهی نگین جون پیازشا خیلی من بود پیاز چرا نبود شما چون تو دوربین نیستی نه انجام نده شما دوربین رو فقط هندل کن قراره بشم سلام میکنم به دوستان عزیزمون خسته نباشید منم پشت سر آخرش ظرفش نمیشدم نه خاله و مامان بشینه نه بابا تو کمک صحبت خواهران ما هست بعد بچه این سیب زمینی ها رو با اون رنده که بهانه برام از بندر خریدی امتحان چیز کنیم باش خلال کنیم ها چون احساس کنم تعدادش هم زیاده آره تو کنترین چاقوی منو برداشتی یعنی کنتر از این دیگه ندارم حتی برای میوه چیز هم نمیذارم آره میگه کنده خیلی کنده دیوونه میشدم با این چیز پیچکنه قطع تولید داره ما خب پوستشو بکنم بریدم تو خود کن ساناز علاقه آقا دادیم به رنده رو بیار واسه ما امتحان کن ببینیم این که چقدر ریز باشه سیب زمینیمون چی میشه اینقدر که تو غذا میریزن دیگه جان؟ آقا عده در حال میوه خوردنه اینه که تو ویدیوهای قبل فعالیتش آقا حتی دهنش آره حالا فقط این که چیز کنیم یه پرتقال از باغتون آورده شما خب یه پرتقال هم دوباره پرتقال توش مرده پرتقالای ما مرده ما پرتقالامون خیلی خوب نگین بادمجون خریدی چجوری خریده؟ بادمجون رو درست خریده ببین بادمجون رو خریده میخوام ببینم بلده یا نه راستی چه بادمجونا قشنگی خریدی نگی؟ ماشاءالله ماشاءالله چرا؟ من رفتم بادمجون بگیرم خب بعد واسه هانیه قرار زنجبیل و لیمو اینا بگیرم توی همه خریدم دقت به خرید دادم لیمو رو که از این محلی ها گرفتم خوشمزه تر و ارگانیک بشه بادمجونم آقای فروشنده به من گفتن که اونجاست برو بردار رفتم بردارم دستم نرمه گفتشم چوری گرفتم نه آقا من از این بادمجونا نمیخوام بعد از بادمجونای پایینی بهم داد گفتم که لطفاً وای من دارم خراب کنم چی شده؟ بادمجونه وای نمیسته ببین شما برو نه درستش کردم من هستم ایفا بیکار شدم خب آمده تا بدیم رنده ها رو از این بالا بریم کنم امتحان دفعه اول خواهیم امتحان کنیم آره خیلی دوست دارم افتتاحیه من امتحان داریم کنم این که از بندرهانی برامون آورده چون میگه خلالی ریز میخواد آره چقدر ولی خوبه یه وقت مثلا یه شبایی آدم غذایی درست کنه که تا حالا درست نکرده غذای جدید ولی بدونی مواد غذایی که داری استفاده میکنی موادیه که خانواده دوست داره نه اینکه زحمت بکشی بیاری همه اونطوری نگاهش کنن کیمچی درست بله نه اصلا اونجا نیست به من اینجا نه چون خودم در شک داشتم روز از تجربه آقای فروشنده هم استفاده کردم با هم آره آفرین من فقط درفاس آقا خرید من میکنم فقط درخواست لوبیای خوب آره قشنگ
عباس خرید میکنه. عباس آقا مسئول خرید خیلی خیلی خوبیه. من یه از چی بزن آقا ازت بیا ببینیم چجوری استفاده میشه. اولی آب بزنم. اولین بارش اگر قراره که همه رو من مونتاژ کنم منم رنده کنم من حاضرم با چاقو سریع هر مدل بخواد براتون خب میخوام این امتحان کنم. من درست نه میخوام امتحان کنیم. خودم فوق چیزایی کردید دارم اینجا امتحانش میکنم. منم میرم سراغ این ببینم کجا بس. تو سوال بیشتر میگن نه؟ من این خب سوال بیا نه خدمت شما. خدمت شما آخه دیدم خیلی سختشه. دیگه زحمت کشیدیم. بیدی خانم بیا بریم تو ایوون ببینیم چه خبره. آقا حتی داره زیر پا در میری ما آره دیگه در یه سری باید بذارم این زیر که راحت بشید. در کنار 3 تا 4 تا یوتیوبر کار کردن. کسی منو صدا کرد؟ کی اومدم کی بود؟ کی بود؟ اومدم آره اینو فقط درش زحمت بود. خب بس این پیازاش خیلی درسته؟ نه ما یه دو تا یه باچه نصف میزنه خواهی بیا خب کار من بزرگ برای کاری کنم. نه دارم از عکسش میبینم. خب ببینیم که من درسته انداخته تو ببینیم این حالت اهرامی که به این فردا میزنم این اول انجام میشه. ببخشید صدا اضافه دارم. نه شد آره اگه دو برای کنیم آره منم نمی‌خوام اون چیزی که دیگه می‌کردیم بزرگه من رو نمیره توش همین یه دونه خلالو داره و چند تا آره. داشته باشه همین یکیه چه چیزا تو عکسش چند تا بود چی؟ آیا همین یه خلالو داره نه چیز یه رنده هایی داره این داره اینجا چیپس این داره چیز میکنه میکنه برقه ای میکنه واسه ببینم چجوری عوض میشه یه تیغ هایی داره توش اینجا بود نه دست اینجا تو این چیه؟ چون این میشه این میشه هیچ چیز آره تغییرش آره، داره اینجا اینجا اینو بزن این باید بره بالا اینجا بشه ببین اینجا آها خب خب حالا بریم برو بریم ظرفه دمر شد یعنی اینقدر این محصولات رو تبلیغ میکنه آدم میخره چرا که می‌بره بالا چون اینش رفته اینجا بذارم عقب کرد نه من نگه میدارم میگیره ببینیم چی آره، میگیره چی؟ بریم میگیره بریم ولی بریم همسایه ها یاری نه کنید. نه بازم حالا اشکال نداره یه جا میشه اینجوری صحبت نه نه هم یاد بگیم هم خلالی کن این وسط این کلوفتر من بگم چند تا سیرم میریزم توی پیازا وقتی چیچوندی این آدرسش رو کلوفتر شده خلالی نمی کنه نانی اینه که میاد بیرون باید خلالی کنه خب میره تو برقه ای کرد خب آره که اونا اومد بیرون باید خلالی بشه بیشتر نیومد دیگه نمیاد بیشتر از این دیگه نمیچرده بچه تو همه عکسش رو فقط حلقه هستی پس فقط هر فقط یعنی چیپسیه نه ببین رشتم داره باید داشته باشه توی نه این خلالیه ببین من اینو میچرخونم ببین شما یه دنده هایی از اینجا میاد بیرون آره ببین آره الان بیارم پایین بیشتر آره خب خب این دنده ها اومد دستتو بر. پایین دو باید مدلم خلالیه باید خلال کنه درسته؟ آره. نمیکنه ببین این الان صافه معلومه آها. رفت تو خب این که میاد بیرون دیگه باید خلال بشه درسته؟ آره آره واقعا چون چند راست میشه آره. یه باید خلال کنه یه بار دیگه کجا میکنه ننوشته تو برشونش؟ نه این شکلی که میشه اینه
این شکلی که میشه اینه. شما چی میگید قایم اکتوبر؟ حلقه یواش اکبر. آقا عددی فقط حلقه میکنه، یعنی اون زبونش هم که میاد بیرون خلال نمیکنه. من که گفتم با چاقو سری باید تو خلال ببین فقط یه خطایی روش میندازه. سعیده بیا دوباره امتحان کن. دوباره امتحان کن. حالا امتحان کن. خطا رو اینجا نه یه دقیقه وایسی، فکر کنم درست شد. خب بذار اینو بندازم. آره. خب اینا رو بردار بکتوش ببین مثلا این بعدا خلاف کنیم اینا رو. قدم بچه سی آها این چیزایی شد. اوه خلاف شد. خلالش درست شد. خلال ریز اینو برمیپیچوندی. خلال ریز. خلال مرحله بالاتر. خلال بذار باید بیننده همونم ببینم. آره. ببین این خوبه بگید یه دونه پیچ. ببین خب من بیارم جلو. اومد زیاد. خب بعد اینجوریش میکنی اینجا کیپش میکنی. آها. خب این خلال ریزه، پس اینو میاری عقب. سیزمانی باید خراب کنیم. آره تا این درست شد. خب اینو بیاریم عقب، واسه اینو بدیم. این خلال ریزه سر این که دارم میپیچونم. اینو باید بدی عقب ببندی. خلال ریزه قفل کنی که چیز آره. نشه. آره. خب این باید خیلی بشه درست خیلی شد. خوب. اگه خوب باشه میگیریم هممون. بعد به نظرم توی یه ظرف بود بعد بذاری اینو، اصلا با اون کاسه هم کاری نداشته باشه. سریع فرشه. نه بزنی و تمام خوب شده این بریزه. امتحان کن چیش. آره نه دوباره درسته کرد. دوباره درسته شد. دوباره باید اینقدر اینو امتحان کنی که این دستت بیاد. ببین بعدا باید اینجوری این صبر و حوصله خیلی زیاد خودمون میخواد. فکر کنم دوره بعد دفعه فرق نشد. دفعه چرا ولی من وقتی قیمه درست میکنم با ریز کردن سیب زمینیاش مدیتیشن میکنم. خیلی دوست دارم یه اندازه و دوره یه اندازه کنم. آخه مقدار کم باشه خوبه. نه زیاد. نه زیاد دارم بعد مثلا مهمونم زیاد نمیتونم عجله. مهمون آره عجله نه ولی مهمون دارم. بعد یه کاسه آب بزرگ میذارم میشینم خورم. آخه همه کاراتم کردی و آره. دست من بزنی. دست من ببین خط رو میندازه آره رو نمیندازه یه واقع موضوع دست باز آره نه همینطوری فقط چیزاشو پاره کنی. آره خب وای خدا اینم از توت فرنگی کادوی خانی اینم فکر کنم انبست. وای توت فرنگی هاشو نگین تو تنگ دوست داره ببینم نگاه کن چه قشنگ خوش کرد. حالا این خوشباری هست معروف امیر حسین چی اسمش؟ نمیدونم. خب بادمجونامونو همه رو ساتوری کردیم اینجوری آماده است. سیب زمینیامونم ریختیم توی حوله که آبش گرفته بشه. مامان جانم در حال سرخ کردن سیب زمینیاست. تا مامان جان داره سیب زمینی‌ها رو سرخ میکنه منم میخوام برم سراغ مواد اصل کاریشو سر اصل ماجرا. همون اصل ماجرا. پیازم رو بیارم. پیازم رو آوردم که توش سیرم دوتا خورد کردم. مایتابم گذاشتم که مراحل یکی یکی برم. از جلو میارم دوربینو که قشنگ اینجاشو ببینید چون خیلی مهمه.
روغن می‌ریزیم. می‌ذارم یکم روغنم حرارت بگیره. اول پیازمون رو می‌ریزیم. پیازمون هم که 2 تا سیرم توش ریخته بود. پیاز و سیر. پیازمون رو ریختم. احتیاجی نیستش که اصلا پیازمون طلایی بشه. فقط یک کم بمونه توی حرارت کافیه. یه ذره زردچوبه اضافه میکنیم که عطر پیازمون آزاد شه. تا خوش رنگ میکنه پیازو. تو چرخ کردم اونو بهش اضافه میکنم. قشنگ بازش میکنم و با پیازامو مخلوط میکنم. گوشتمو که قشنگ مخلوط شد با پیازامو در حال سرخ شدنه. حالا بادمجونمونم بهش اضافه میکنم. حالا به موادمون یه قاشق سرپو از رب خاله میزنیم. ربش خیلی غلیظه، مواظب باش. داریم با رب یکم سرخ شه. اینجا اگه گوجه ریز شده بزنیم چی؟ گوجه فروشی من تو موادی که یاد گرفتم گفته بود رو دیگه منم پیروی کردم. تا اینجاش مثل میرزا قاسم اگه گوجه میریخته. آره گوشت داره راستی. آره این گوشت داره. مثلا چیدمان آخرش و چیزایی که بهش اضافه میشه خیلی متفاوتش میکنه. ادویه ها رم یکم فلفل سیاه، یکم این فلفلای قرمز خاله برای تندیش. تند باید باشه. جام تنده میگه. خب یکم پول بیبر که دیگه ادویه اصلیشه پول بیبر و نمک از اولین مرحله. الان اولین بار دارم نمک اضافه میکنم. در آخرم پیازچه هامونو بهش اضافه میکنم. ببین چه ترکیب رنگی، نگاه ترکیب رنگو نگاه استیلی غذای گنگی خدایی همه چی داره. آره و طعم و بوش زیاده، ذائقه‌شون به ما نزدیکه. عرب‌ها و ترک‌ها خیلی ذائقه‌شون به ما نزدیکه. میذارم
بذارم بمونه دیگه موادمون توی مرحله تمام. خب رسیدیم به مرحله آخر و شیرین ترین مرحله غذامون، همین که در نهایت کنار هم قرار میگیره، خیلی خوشگل میشه، همین که خوشمزه میشه و هم مهمتر که شام حاضر میشه دیگه. عزیزایی که گوش نشونه سریعتر شامو میبریم براشون. خب ما از یه سینی باید برای سروش استفاده بکنیم، از یه ظرفی که اینجوری پهن باشه. حالا بسته به اون تعدادی که قرار سرو کنیم سینیمون شعارش کوچیک و بزرگ باشه. من از این ماستی که گرفتم چون خیلی مهمه یه بار دیگه میگم، ماستتون حتما چکیده و حالت مثلا ترش مانند و سفت باشه. اگه حتی مثل من لبنیاتی پیدا نکردین از ماستای سوپرمارکتی اما چکیده و ترش حالت مثلا کفیر میگن و اینا، از اونا هم میتونید استفاده بکنید. ماستمون رو با قاشق من میریزم وسط ظرف سرومون اینجوری با قاشق. چی؟ آره بریزم بذاره ببینم که ماستمون که پخش کردیم پول بیبر هم میریزم. بعد روغن زیتون، یکم هم سمان، حالا از این موادمون اینجوری پخش میکنم روش. دوباره از این ماستمون مثلا رو باشه. در آخرم دوباره از این. اوه چه غذای شگفت انگیزی شد. روغن زیتون هم میخواست؟ روغن زیتون رو زیرش ریختم دیگه. بعدم دورش رو سیب زمینی پر میکنم. وای چقدر قشنگ شد. یه غذای دیگه هم داشتن نرگس درست کردی، کوزالاک، اونم با ماست بود و گوشت و اینا، اونم یه مدل دیگهش بود، خیلی خوشمزه میشه. ولی این مدلش رو تا حالا ندیده بودم. آره خیلی بامزه بودی. سیب زمینیش به عنوان دورچینشه. آره سیب زمینیشو توی دورچین میریزن و بعدا اینو باید با نون بخورم یا با سیب زمینی ها؟ نه با نون اینجوری لقمه میزنه. اون سیب زمینی ها. خب تازه شد غذا. آها یعنی دیگه از این دوباره استفاده نمی‌کنی لایه؟ جان نه دیگه، حالا مثلا تو بشقابای دیگه میخوایم بریزیم ولی اندازه همین بودش که این رفیق بارو یه تست بکن ببینیم چی جالب. دیگه. من که آب درمون راه دادم. آخ نونامون کو نون داشتیم گذاشتم روی بالکن روی میزه. خب حالا ترکی نوناشون نون بربری ندارن. آره ولی ما داریم از نون بربری استفاده میکنیم. نونای اونم نون بربریشون یه مدل دیگه واقعا یه مدل دیگه است. آره نون بربری شمالی. آره مثل تبریز که میری نون بربریشون مثل ما نیست، ولی نون بربری ما یه چیز دیگه است. شما یه لقمه کوچیک دوباره برداشتی، همه رو هم میخوای؟ همه رو میخوام جا بدم. عالی. چجوری شد نمکش نه اندازه؟ همین چیش اندازه؟ خب
فقط موادی که روش ریختیم به نسبت ماستش کمه. آها و این موادش بیشتر بیشتر می‌کنه. بود. آره. یعنی خیلی خوشمزه است. میشه پیشنهاد می‌کنم حتما درست کنیم. مرسی، ممنون که کمک کردین. مرسی از همه که کمک کردن. مرسی از شما که تا این لحظه ما رو دیدین. امیدوارم که خوشتون بیاد. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. خدا نگهدار.